انار یکی از قدیمترین و مفیدترین میوه هاست که از زمانهای قدیم در طب خلقی و عنعنوی استفاده می شود. این میوه سرخ درخشان نه تنها با لذت است بلکه دارای خاصیت‌های زیادی شفابخشی می باشد. انار یک میوه بوته یا درخت خرد بوده زادگاهش آسیای مرکزی و ایران حسابیده می شود. آن حالا در بسیار منطقه های جهان بخصوص در اقلیم گرم پرورش کرده می شود. قسم خوردنی انار دانه های سرخ با لذت می باشند که در داخل پوست قبض و سخت جایگیرند. ترکیب بای انار دارای مقدار زیادی ویتامین ها، مینرال ها و پیوستگی های بیولوژی فعال می باشد که آن را برای سلامتی خیلی ارزشمند می گردانند. انار از ویتامین C، ویتامین K و بعض ویتامین های گروه B بای است. کالی، مس، مرگنز، فسفر و آهن در ترکیب انار موجودند. انار منبع بزرگ آنتی اکسیدانت ها از جمله پلیفنول ها می باشد که از میوه های دیگر به مراتب زیادترند. این آنتی اکسیدانت ها برای مبارزه با رادیکال های آزاد در بدن کمک می کنند. مقدار زیادی نخ در انار به همزی درست و تنظیم کار روده ها مساعدت می کنند. از سبب ترکیب بای خود انار دارای خاصیت های گوناگون شفابخشی می باشند. یکم، خاصیت های ضد التهابی. آنتی اکسیدانت های پر اقتدار در انار بخصوص پونیکالاگین ها دارای خاصیت های ضد التهابی قوی می باشند. آنها می توانند التهاب را در بدن کاهش دهند که این برای پیشگیری و تبابت بیماری های مزمن التهابی و مانند ارتریت، بیماری های دل و دیابت نوع 2 مهم است. دوم، محافظت دل و رگ ها. انار به تنظیم فشار خون کمک می کند و می تواند سطح کلسترول بد را پست کند. این به پیشگیری پیدایش لوحه های اتروسکلروتیکی در رگ ها خون مساعدت می کند و خطر بیماری های دل و رگ ها از قبیل اینفارکت و انسولت را کاهش می دهد. سوم، خاصیت های ضد سرطانی. تحقیقات نشان می دهد که اقتباس های انار می توانند افزایش حجره های سرطان را سست کنند و حتی مرگ حجره های سرطان را در بعضی نمودهای سرطان و مانند سرطان غدود پروستاتا، سرطان سینه و سرطان روده قبض هوسمند کنند. چهارم، تکمیل هضم. نخ بلند در انار به کار منظم روده ها مساعدت می کند و می تواند قبضیت را پیشگیری کند. آن اینچنین برای نگاه داشتن میکروفلورای سالم روده مفید است. پنجم، تقویت ایمونیته. ویتامین S در انار برای تقویت سیستم ایمنی مهم است که به بدن در مبارزه با استروئید ها و بیماری ها کمک می کند. ششم، سالمی پوست. آنتی اکسیدانت های انار می توانند پوست را از ضرر رادیکال های آزاد محافظت کنند، روند پیرشوی را سست کنند و به برقرار شوی حجره های پوست مساعدت کنند. هفتم، منفعت ها برای حاصل خیزی.
بعضی تحقیقات نشان می‌دهد که انار می‌تواند به بهتر شدن صفت نفته و افزایش خواهش جنسی کمک کند. چطور انار را استعمال کردن ممکن است؟ انار را می‌توان در شکل‌های گوناگون استعمال کرد. میوه تر و تازه، دانه‌های انار را می‌توان به واسطه خورد. شربت انار طبیعی یک نوشاکی سالم و تراوت بخش است. باید قید کرد که شربت تیار می‌تواند مقدار زیادی شکر داشته باشد. بنابراین بهتر است که شربت‌ها با دستان خودتان آماده شود یا شربت 100% را بدون علاوگی‌ها انتخاب کنید. دانه‌های انار را می‌توان به سالادها، یogurt، آمیخته‌های میوگی و دیگر خوراک‌ها علاوه کرد. گرچند انار خیلی مفید است، در بعضی حالت‌ها استعمال آن را محدود کردن لازم است. مثلا آدمانی که فشار خونشان پست است باید احتیاطکار باشند، زیرا انار می‌تواند فشار را باز هم پست‌تر کند. همچنین در حالت مشکلات هاضمه با مانند زخم معده مصلحت با دکتر لازم است. عموما انار یک میوه اعلی صفت با خاصیت‌های شفابخشی زیاد است که می‌تواند یک قسم مهم پرهیز سالم باشد.